خب دوستان ما یک چالش 90 روزه شورتس انجام دادیم و نتیجه ای که دست آورد داری اشتباه می‌کنی. نتیجه را اول ویدیو نشان نمیدهند آخرش نشان میده. لطفاً این قسمت را قطعش کن. कट कर देना خب प्लीज. دوستان ما در کانالمان یک چالش 90 روزه شورت انجام دادیم و میخوام تمام نتایج و تجربه هایی را که از این چالش به دست آوردم در ادامه با شما به اشتراک بگذارم. پس لطفاً هیچ بخش از این ویدیو را از دست ندهید چون من قرار نیست همیشه چنین آزمایش هایی انجام بدم. بریم سراغ شروع ویدیو. اول از همه تصمیم گرفته بودم که به مدت 90 روز به طور مداوم شورت آپلود کنم. اما بعد با خودم فکر کردم اصلا چه چیزی آپلود کنم. ناگهان یک ایده در آشپزخانه مغز شیطانی‌ام پخته شد. تصمیم گرفتم در کانال شورت چیزهای مختلف را امتحان کنم و ببینم هر کدام چه نتیجه‌ای دارد. روز اول یک شورت آپلود کردم و میدانید چند بازدید گرفت؟ 89 تا. من گفتم برادر بعضی آدم‌ها برای این کشور فقط در دسترند. روز بعد یک شورت دیگر گذاشتم. این بار 361 بازدید گرفت. میتونید ببینید که شورتم بعد از 6 ساعت ناگهان رشد کرد. همین باعث شد در آشپزخانه همان مغز شیطانی یک ایده دیگر هم پاخته شود. هر وقت عصر ویدیو آپلود کنم 6 تا 7 ساعت بعد وایرال می شود، یعنی حوالی 1 یا 2 نصف شب. اما در آن ساعتها سابسکرایبر فعال وجود ندارد. همین دلیل ویدیوی من معمولا روی 1000 یا 2000 بازدید متوقف میشه. برای همین تصمیم گرفتم دفعه بعد ویدیو را بین ساعت 1 تا 2 ظهر آپلود کنم. روز از حالا 2 هفته شده بود. در این مدت چیزهای مختلفی امتحان کردم. ساعت آپلود، تگ‌ها، عنوان‌ها. یکی از ویدیوهایم 6000 بازدید گرفت و ریتنشن آن از رأس پوینت تا فایره بود. ولی با این حال باز هم آمار رو به پایین نشان داده میشد. بعد از آن شورت‌های زیادی آپلود کردم که هر کدام بین 1000، 2000، 3000 یا 1200 بازدید می‌گرفتند و بعد از یک ماه کانال رو رها کردم. تا 13 جولای رسید. خودم گفتم چرا یک ویدیوی بلند امتحان نکنم. بالاخره برای این کانال خیلی زحمت کشیده بودم. قبل از آپلود ویدیوی بلند یک شورت داشتم که قبلا ادیت کرده بودم اما هنوز منتشر نکرده بودم. پس تصمیم گرفتم ابتدا آن صورت را آپلود کنم و سپس عصر ویدئوی بلند را ایدیت و منتشر کنم. یادتان باشد هنوز یک ماه از چالش 90 روزه باقی مانده بود. صورت را عصر آپلود کردم و صبح که بیدار شدم 600,000 بازدید خورده بود. در اون لحظه شوکه شدم. فقط میگفتم من دیوانه میشم. عصر همان روز بازدیدش به 8.8 میلیون رسید. در آن زمان همه صورت‌های کانالم طوری بودند که انگار کانال مرده است. اما آخرین ویدئو گفت نگران نباش، ما هنوز زنده ایم. بعد از آن در 30 روز آخر چه کار کردم؟ الان بازدید همان ویدیو چقدر است و اینکه آیا توانستم کانال را در همین چالش 90 روزه مونتایز کنم یا نه؟ اگر این ویدیو به 150 لایک برسد قسمت دوم را میسازم. پس ویدیو را لایک و کانال را حتما سابسکرایب. ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.